حمام میکنید، همون یه باری که حمام میکنید تا آخر عمرتون کافیه. شما امروز میرید حمام، چند روز بعد دوباره میرید حمام. چرا؟ برای اینکه این تمیزی ماندگار نیست. انگیزه هم همینطوره. شما هر از مقدار مسافت و مقدار فعالیتی رو که طی میکنید و پشت سر میذارید به یک انگیزه تازه تری نیاز دارید. مدام باید انگیزه پروری کنید، انگیزه سازی کنید تا بتونید مسیر رو تا نقطه هدف طی کنید. رؤیاهاتون رو بسازید، تبدیل کنید به واقعیت. و اگر این نباشه قطعا یک انسان دیگری برای ساختن رؤیاهاش شما رو به کار میگیره. پس خودتون رؤیاهای خودتون رو بسازید و دست به کار بشید. هر وقت خواستید میزان موفقیت خودتون رو ارزیابی کنید، ببینید در ازای آنچه که به دست آوردید چه چیزی رو از دست دادید. در ازای آن میزانی که بالا رفتید پا روی چه چیزهایی گذاشتید. اگر اون مبتنی بر حفظ ارزش‌ها و حفظ اصول اخلاقی تو بود، بدون که موفقیت پایداری رو به دست آوردی. ما بعضی وقتها موفق میشیم و بعضی وقتها هم یاد میگیریم. ما شکست نمیخوریم. شکست از نقطه ای آغاز می شود که تو در درون خودت فرو بریزی و سقوط کنی. بنابراین ما یا موفق میشیم یا یاد میگیریم. به خاطر بسپاریم قطعاً و حتماً بدتر از شکست خوردن چیه؟ شروع نکردن. هزاران بار بدتر از شکست خوردن شروع نکردنه. این یادمون نره. ما آدم ها معمولا شکستن رو خوب بلدیم. از شکستن شیشه تا در تا پنجره، تا غرور آدم ها، تا دل آدم ها، تا حرمت انسان ها، تا شخصیت آدم ها، اینا رو خوب بلدیم. فقط حواسمون باشه اگر امید کسی رو از بین بردیم، اگر امیدش رو از بین بردیم دیگه قابل جبران نیست. نمیتونیم جبران کنیم. این رو به خاطر بسپاریم. هر کسی که توی زندگیت اعتماد به نفست رو و عزت نفست رو تقویت کرد و بهت روحیه داد و امیدوارت کرد، تا آخر عمرت بهش مدیونی. تراژدی این نیست که تنها باشی. تراژدی در اینه که نتونی تنها باشی. خیلی دقت کنید. تمام باور من در ضرورت وجود 3 چیزه در زندگی. 1، کاری برای انجام دادن نباید بشینی. کاری برای انجام دادن، کسی یا چیزی برای دوست داشتن و انگیزه‌ای برای امیدوار بودن و ادامه دادن. باز تأکید میکنم آنچه ضرورت ادامه پویای با نشاط
عزتمندانه عمر و هستی انسانه در 3 چیزه: کاری برای انجام دادن، کسی یا چیزی برای دوست داشتن، انگیزه‌ای برای امیدوار بودن و ادامه دادن. بخوای انجامش بدی راهش رو، نخوای انجامش بدی بهانه‌ش رو پیدا میکنی. شک نه. اینو به خاطر بسپارید کسی که اشتباه نکنه ارزش کارهای بزرگ رو نداره. ما برای کارهای بزرگ به اشتباه نیاز داریم. فقط باید حواسمون باشه که این اشتباه تکرار نشه. من تأکید میکنم انجامش نده. اون کار رو انجام نده. کدوم کار رو؟ کاری رو که احساس میکنی دنیا رو بهتر نمیکنه، اون کار رو انجام نده. هر کاری که باشه اگر احساس میکنی دنیا رو بهتر نمیکنه، حالی رو بهتر نمیکنه، اثر مطلوبی به دنبال نداره، انجامش نده. فرق بین اینو به خاطر بسپاریم، فرق بین جرأت و شجاعت در اینه که شجاعت یعنی نترسی و ادامه بدی. این خیلی عالیه اما خیلی هنر نیست. هنر در جرأته. جرأت یعنی این که بترسی و ادامه بدی، بترسی و ادامه بدی، منتها کسی نفهمه که تو ترسیدی. جوهری جرأت در نترسیدن نیست، در اینه که کسی نفهمه تو ترسیدی. جوهری جرأت در اینه که کسی نفهمه تو ترسیدی و ادامه بدی. به خاطر بسپاریم به خاطر سختی کارها نیست که ما جرأت نمی کنیم، بلکه چون ما جرأت نمی کنیم کارها سخت میشه یا سخت نشون داده میشه. پس به خاطر سختی کار نیست که ما جرأت نمی کنیم، چون ما جرأت نمی کنیم کارها سخت میشه و سخت نشون داده میشه. همه مسائلی که با سطح تفکر فعلی ما به وجود میان، همه مسائلی که با سطح تفکر فعلی ما ایجاد شدن نمیتونن با همین سطح تفکر فعلی ما حل بشن. نمیتونن. باید یک لایه، یک اوربیتال، یک میدان، یک مدار این افکار رو بکشیم بالاتر تا بتونیم در یک لایه متعالی تری آن مسئله رو حل کنیم و به خاطر بسپاریم آنچه که امروز ما را به موقعیت و موفقیت فعلی رسونده لزوماً برای ادامه مسیر کافی نیست.